هلو حاجی سلام. الو حاجی بیداری؟ الو زهر مار مرد حسابی، ساعت 12 شب آزار داری زنگ میزنی؟ بابا حاجی شرمندم، یادم نبود شما مثل مرغا ساعت 9 شب کپ مرگتو میذاری. خب حالا بنال ببینم چی شده. راستش حاجی میخواستم بگم رأس ساعت 12 موشکا رو پروندیم، دشمنا رو چلوندیم، یه آش دوغم پزوندیم. ببند بابا، حالا نمیخواد نصف شبی مزه بریزی. این اتل متلا رو واسه بسیجی ها بخون. بگم امیرعلی. جان امیرعلی. ببین موشک ها به پادگان مادگان، مراکز نظامی، جاهای حساس نخوره ها، حواست باشه ها. بله حاجی، خیال تخت پا رو گذاشتم رو پدال خطای انسانی، حالا نگاز کی بگاز. همونطور که عظما فرمودن، خط قرمز ما نظامیان، هدف فتت هدف غیر نظامی. به قول عظما آورین جا داره از پشت تلفن کف پاهاتون رو بلیسم. چیکار کنیم دیگه حاجی، ما که کار دیگه از دستمون بر نمیاد. همین موشک‌ها رو نپرونیم، باید دست جمعی سرمون رو بذاریم بمیریم دیگه. آره دیگه، از فردا اگه بسیجی ها باز غرغر کردن که چرا حسن خرس‌الله وارد جنگ نمیشه، بگو مگه ندیدید موشک زدن؟ اگه گفتن پس چرا نمیریم غزه، بازم بگو خفه، به جاش موشک زدیم. ای داد بیداد، صدای چی بود؟ چی شد؟ نکنه باز امیرعلی خطای انسانی کردی باز؟ نه بابا حاجی، فکر کنم دارن میزننمون، یه خبراییه. چیکار کنیم حاجی؟ ای داده مار کجای مار؟ کف پای مار؟ آخه مار که کف پا نداره که بخوای بلیسیش حاجی. بابا گیج بازی در نیار، سر مارو بچسب، اگه اون بخوره کارمون ساخته است. بیچاره حاجی.